کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و دلارهایی که هنوز به خزانه بر نگشته. بیش از 15 میلیارد دلار ارزی که فقط در 2 سال گذشته از صادرات کشور به دست آمده اما به چرخه اقتصاد رسما برنگشته. آماری که به گفته معاون ارزی بانک مرکزی با 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای بوده و بعد از یک بار استفاده ناپدید شدند. کالا را صادر میکنن، ارز به کشور برنمیگردونن. قرار باشه صادر کننده ارزش برنگردونی از کارت‌های دیگران استفاده بکنه، ظلم به اقتصاد کشور هست. کارت‌هایی که البته آمارشان بیش از این هاست. اخیراً نام 1000 نفر از صاحبان این کارت‌ها منتشر شده با بدهی بیش از 33 میلیارد دلاری از سال 97 تا کنون. عمدتاً افراد بی‌بضاعت هستند که در قبال دریافت مبالغ اندکی وکالت‌های لازم رو به فرد میدن، مبلغ سنگینی وارد صادرات در قبال اون کارت انجام میشه و در نهایت هم سر موعد تمدید کارت که بحث رفع تعهدات پیش میاد، علاوه اون کارت رو کنار میذارن و سراغ موضوع دیگه میرن. اما کارت بازرگانی چیست که دستمایه‌ای شده برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات؟ مجوز فعالیت تجارت خارجی در کشور، مجوزی که سازمان توسعه تجارت آن را صادر می‌کند. افرادی که میخوان کارت بازرگانی دریافت بکنن طبق آیین‌نامه مربوطه مدارک خودشون رو در سامانه بارگذاری میکنن. این مدارک استعلام میشه اصالتشون توسط خود سامانه، بعد ارسال میشه برای اتاق بازرگانی. اتاق بازرگانی یک آزمونی داره، افرادی که در اون آزمون قبول میشن رو اطلاعاتشون رو برمیگردونه به سامانه و کارت صادر میشه. آنطور که مسئولان این سازمان وعده دادند با اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی سوء استفاده از این کارت‌ها به حداقل میرسد. بر اساس رتبه‌بندیش سقفی رو دارش تعیین می‌کنه که خب تو خود آیین‌نامه مشخص شده اگر فردی هیچ گونه سابقه‌ای نداره 200,000 دلار برای افراد حقیقی در نظر گرفتیم. امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم نباید دیگه شاهد فعالیت کارت بازرگانی اجاری به اون شکل سابق باشه. اما تعلیق چند باره این طرح اجرای آن را بار دیگر به تأخیر انداخته. یک فرصت تا پایان دی ماه به صادرکنندگان دادیم که 100,000 دلار بتونن بدون رتبه‌بندی صادر بکنن. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت سمت رو موظف کرده از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی رو ساماندهی کنه. راضیه آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.